یک موتروان یک روز با یک برادر دیور به موتر سوار شدم، گریان میکرد. گفتم مولوی صاحب، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت مولوی صاحب چیزی دیدم. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت مولوی صاحب برو امیل پرسان نکن. گفتم بو که من به تبلیغ خود عرض کنم. گفت مولوی صاحب چند ماه پیش از حیرتان به طرف مزار می آمدم، یک زنکر دیدم که مردگی است. بعد نزدیک رفتم که البته کسی داشته باشه، جامعه داشته باشه. یک دو سه نفر هم به همراه ماست. پایش تکان دادم که در زیر یک خاکجاروب خانه افتیدگی است، ولی لوچ و برهنه می باشه. زنا کردن و بوتلای شراب افتیده است و این خواهر را همونجا ماندن و چند تا از چیزهای خارجی ها و کافرها در روزی دیده میشه. من فهمیدم کافران زنا کرده است. اگر مادرای ما محجب شوند و واسط رو با حجاب باشند که یک تعداد داریم، تعدادشون زیاد شود، اگر اینا دعا کنه او خدایا دستگان هایی که ظلم بالای زنان میکنند، ظلم بالای بی ستری و بی حجابی زنان میکنند، زنان رو به بازار و کوچه کشاندن، چادر زنان رو در رانه خدای توفیقشان بده یا تباه و بربادشان کن. بی حیایی دیگه صبر کار نداره، بی حیایی و بی شرمی صبر کار نداره. اگر خداوند توفیق میده خدای توفیق میده، اگر توفیق ندهی پروردگارا دیوسیت به کار افغان نیست، دیوسیت به کار مسلمان نیست. بالاخره این زنکه تمساح آمد و بچه که ببخشن مشاوره گرفت ولی بچه که ازی با خیزران تمساح در بین دریا غلطید. زنکه دست بالا کرد گفت او خدای کریم یک دعای من را قبول کردی، دعای دیگری من را هم قبول فرمای. بچه که من دریا برد. زنکه را به یک تخته طوفان، تخته دور انداخت، طوفان شمال و در بیرون ساحل انداخت که یک بچه گریه میکند. پیش 3-4 نفر است. زنکه گریان کرد گفت همون بچه ما است. گفت برو مادر جان 3-4 شب و روز میشیم ما این بچه را یافتیم و تو میگی بچه ما است. گفت اگر من قصه خود را برایتان نمایم شما میفهمید که این بچه من است. گفت چه قصه داری؟ گفت من یک زنی با سطر بودم، من یک زنی با حیا بودم، من یک زنی با حجاب بودم، من امر خدا را گرفته بودم، من امر رسول الله صلی الله علیه و سلم را تلقین به خود کرده بودم، من با حیا و با دین و با تقوا بودم. خداوند سخن منو این روز به زمین نگذاشت.